در هفته‌های اخیر بعد از اینکه اعتراضات سراسری و انقلاب ملی شیر خورشید مردم ایران کمی آروم گرفت، شروین حاجی پور که در میانه اعتراضات زن زندگی آزادی با اجرای ترانه برای حسابی در قلب ذهن مردم ایران جا باز کرده بود، حالا دوباره ترانه جدیدی منتشر کرده. او بعد از حدود 3 سال ممنوع کاری به دلیل اجرای ترانه اعتراضی قبلیش و محدودیت‌های امنیتی که داشت، در ماه‌های اخیر مجوز وزارت ارشاد و جمهوری اسلامی را دریافت کرده بود که همه اینها باعث شد مردم واکنش‌های خیلی تندی بهش نشون بدن. افرادی که حالا طرفدار این خواننده جوان شده بودند نسبت به اون حرف‌های بسیار تندی زدند. خبر دریافت مجوز شروین خیلی جنجالی شد، چون با ادعاهای قبلی خودش مثل ممنوعیت رفتن به باشگاه، اجاره کردن خونه و خروج از کشور و حتی فعالیت‌های عادیش خیلی تناقض داشت. عده زیادی بهش گفتن همین که رفتی و از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مجوز گرفتی، حالا توی خواننده حکومتی محسوب میشی. البته که از طرف دیگه هم عده زیادی گفتن اون برای اینکه آزاد باشه، برای اینکه توی زندان نیفته و مطمئنا تحت فشار و تهدیدهای زیاد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی حاضر به دریافت مجوز شده. موجی از فحاشی‌ها و انتقادات شدید بر علیه اون در فضای مجازی به راه افتاد. اتهامات زیادی مثل خیانت به مردم، تبدیل شدن از قهرمان به مهره، نظام خلع سلاح نمادین اعتراض، یا حالا میتونی تیتراژ سریال های صدا و سیما رو بخونی و دیگه حتی میتونی بری مداحی کنی را بهش میگفتن. برخی گفتن این مجوز یعنی معامله مستقیم شروین حاجی پور با نهادهای امنیتیه. اون دیگه صدای واقعی اعتراض نیست. خود شروین بعد از این همه هجمه ها و واکنش های تند اومد و نوشت بعد از 3 سال ممنوع فعالیتی و بیکاری بالاخره تونستم آلبومم را منتشر کنم. این چه تضادی با منافع جمعی مردم داره؟ من نمیخوام از ایران برم. من عاشق خوانندگیم. من عاشق ایرانم. کاش بمیرم اگه آدم فروشی کرده باشم. همتون بی معرفت و نامردین. که البته عده زیادی هم در این میان از اون طرفداری کردن و بهش گفتن ما میدونیم که توی چه موقعیت سختی قرار داشتی و تو یه مبارز تمام وقت بودی. اتفاقا تو اصلا آدم فروش و خودفروش نیستی. تو یه باشرف تمام عیاری. حالا اون توی بهمن ماه 1404 یعنی در همین روزهای گذشته ترانه‌ای با نام من ایرانم منتشر کرد. ترانه احساسی که نوشته تقدیم به مردم جانباختگان و بازماندگان اعتراضات دی ماه 1404. این ترانه در نیم ساعت اول انتشار بازدید میلیونی گرفت. شروین در توضیحات این پستش نوشته بدون هماهنگی با کسی از اعضای خانواده، دوستان و همراهانم به تنهایی این را تولید کردم. تسلیت به مردم شریف ایران که عده زیادی از اون حمایت کردند و از همدردی این واکنشش تشکر کردند. اما منتقدان تندی هم داشت. عده زیادی بهش گفتن حالا که مجوز داری، آهنگ آبکی و بی خطر خوندی، ناامیدی میکاری. این اعتراض واقعی نیست. چی شد اون خواننده‌ای که برای رو خونده بود؟ بعد از 1 ماه سکوت، بعد از تموم شدن کشتار و خونریزی ها، اومدی با تایید نظام و با مجوز این آهنگ رو منتشر کردی. بعضی ها نوشتن حافظه تاریخی نداری. 2 ماه پیش مجوز گرفته، از همونایی مجوز گرفته که مردم ایران رو کشتن. البته که عده زیادی هم هنوز شروین حاجی پور رو صدای مردم ایران میدونن و آهنگش رو در پست ها و استوری هاشون منتشر کردن. عده‌ای اما اون رو سازش کرده یا فرصت طلب با نظام دونستن و گفتن تو وقتی مجوز گرفتی دیگه نمیتونی یه خواننده اعتراضی باشی، دیگه نمیتونی بگی من صدای مردمم. و البته که عده‌ای هم به عکس ها و ویدیوهای لا رفته از اون و همراه دوستانش و مخصوصا دوست دخترش ترلان پروانه اشاره کردن که در روزهایی که همه مردم معترض ایرانی سوگوار و داغدار جاویدنامان از دست رفته بودند، در کافه ها و رستوران ها مشغول خوشابش و بگو بخند بودند. آقای علی کریمی اما در این میان مثل همیشه واکنشی تند اما متفاوت داشتند. ایشون با انتشار عکسی از شروین حاجی پور در کنار بشیر بی‌آزار و انتشار این توییت از بشیر بی‌آزار که گفته شورش هرزه‌ها بود، بزرگترین شورش هرزه‌های عالم در طول تاریخ. آقای علی کریمی نوشته که هر که این بی‌هنر رو استوری کنه آنفالو و بلاکش میکنه. از بشیر بی‌آزار بخونن آقا.
آقای علی کریمی در استوری دیگه هم نوشته پیرو استوری قبلی و توییت بشیر بیازار را منتشر کرده که گفته امنیت 90 میلیون ایرانی بازیچه عده‌ای تروریست زامبی آدمکش گوش به فرمان ترامپ و نتانیاهو نیست. برای حفظ امنیت مردم چاره‌ای نیست جز سرکوب شدید اخلالگران تروریست. چه 300,000 نفر و چه 300,000 نفر، هیچ کشوری در دنیا اجازه بازی تروریست‌ها با امنیت ملیش را نمیده. آقای علی کریمی بعد هم عکس قدیمی را از بشیر بی‌آزار مهره سپاه در کنار حمید نوری و دیگر سپاهی‌ها و اطلاعاتی‌ها منتشر کرد که نوشته حضور حمید نوری کارمند سابق قوه قضایی که بیشتر دست و درگیر پرونده جنجالی شده بود و پسرش در تصاویر مربوط به استقبال از بشیر بی‌آزار در فرودگاه نیز مورد توجه قرار گرفته. آقای علی کریمی نوشته پیرو استوری شروین و رفیق شفیقش وای به حال کسانی که هنوز دوزارشون نیفتاده. اگه بخوایم به شکل مختصر بشیر بی‌آزار رو معرفی کنیم باید بگیم یکی از چهره‌های رسانه‌ای و فرهنگی نزدیک به جمهوری اسلامی و شخص مجتبی خامنه‌ای که در سالهای اخیر جنجال‌های زیادی داشته. اون دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان مقیم لندن بوده، مدیر سابق دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده و تهیه کننده و نویسنده برخی پروژه‌های موسیقی و مستند. اما مخالفان اون را عامل نفوذی سپاه در خارج از کشور، جاسوس یا حتی عامل آزار مخالفان خارج نشین میدونن، چون بشیر بی‌آزار پیش از 3 سال در فرانسه زندگی میکرده و به دلیل ارتباط مستقیمش با سپاه قدس و عوامل اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از فرانسه اخراج شده. اون در فرانسه کارهای مثل نفرت پراکنی علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها و فعالیت‌های ضد فرانسوی انجام داده و بعد از حدود 1 ماه بازداشت از اون کشور اخراج شد. جمهوری اسلامی دستگیری بشیر بی‌آزار را غیرقانونی دونست و آزادیش را نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک معرفی کرد. سپاسگزارم که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک ها و کامنتاتون از ما حمایت کنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید پس پایین همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از جدیدترین ویدیوهای ما زودتر با خبر بشید.